نمی نان خورم میدی فیس مکتب، نمی نان خورم میدی فیس مکتب که از تحصیل نماند بچه چای مای. از دکتر صاحب ناصری خواهش می‌کنیم در جایگاه تشریف آورده و ایران سخن نماید. تا آمدنشان صلوات محمد بسند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. خداوند متعال را بیش از حد سپاسگزاریم که در این روز بهاری ما وزیر محترم گرامی سختکوش ساده‌زیست و متدین و دلسوز معارف امارت اسلامی رو در سرزمین جاغوری و در لیسه عالی داود زیرک شاهد هستیم که تشریف آوردند. از طرف همه پرسنل و مدیریت و معلمان و شاگردان لیسه عالی داود زیرک و مردم این ساحه نویگری و به خصوص مردم داود، حضور وزیر محترم معارف امارت اسلامی رو و هیئت همراهش به خصوص سید گرامی صوفی گردیزی ریاست معارف اسلامی ولایت غزنی، آمریت مدیریت معارف جاغوری و همه همراهان معززشون رو، علمای محترم و اعضای امارت اسلامی، مسئولان امارت اسلامی رو در این مکان خیر مقدم عرض میکنیم و واقعا قدمتون گلباران برای ما. این روز تاریخی است که به این سادگی و خودمانی و صمیمیت سید گرامی سید مولوی حبیب الله آقا وزیر معارف امارت اسلامی و سید گرامی جناب گردیزی عزیز و هیئت همراهشون، علما و اعضای محترم امارت در بخشای گوناگون از ولایت غزنی و جاغوری در اینجا تشریف آوردند. بنده واقعا کمال مسرت را داریم. شما فرصت ندارید. شاید بهترین پذیرای این باشد که ما خیر مقدم را خلاصه کنیم. همچنان که خدمت وزارت گفتم این ساختمان نیازمند هدیه کافی جناب عالی است که ایشان انشالله ما را مستفیض و بهره‌مند بسازه و از همه شما تشکر میکنم و انشالله که صدای ما رو به همه رهبریت امارت اسلامی برسانید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.